و با سلام به جمع شما که رشک مرا برانگیختید با این نشستن در حلقه موسیقی و موسیقی در علقه شعر و اون صدا که نخستین بار در سفر دومم به قونیه همین 2-3 سال پیش از راه دست پرمهری از پشت سر که ضبط صوتی را در روی گوشم گذاشت و صاحب دست که گفت راستی شما این صدا را تا حال شنیده اید؟ و من دیدم کسی از ته دل هم دور به من و هم نزدیک به من به اعماق رگ و پی من با یکی از محبوب ترین شعرهای زندگیم گر تیغ بارد در کویام ماه گردن نهادیم الحکم لله و اون صدا همه چیز را فرو می‌ریزد. انگار می‌داند که من بارها در خلوت خود آن شعر را به تنهایی سر دادم، به رغم نفرتم از صدای آوازم که گاهی در تنهایی سر می‌دهم و نفرتی نیست که از خود دارم که در تنهایی باز هم می‌خوانم. و عیش کردم در راه قونیه و در سراسر راه گوش می‌کردم صدایی را که تکه تکه می‌شد و بعد خود را جمع می‌کرد و انگار از هر سو می‌آمد و آشنا بود و شتاب داشت و بیگانه بود و انگار می‌خواست مرا سوار نفس خود در میانه اصوات بلند کند و ببرد. و حالا یکسر حسادتم که آنجا نیستم. مسئله این بود و هست برای من همیشه در هنر جدی، مسئله این بود و هست که چطور میتوان قاعده بازی را به هم زد و بازی دیگری آورد که باید خلایق جمع شوند تا قاعده اش را به هم بزنند و گاهی چاره نیست. این قصه را پیرمرد 85 ساله‌ای برای من تعریف کرد که ما همه گمان می کردیم به کلی کر شده. آخرین بار که او را دیدم رو به دیوار روی فرش خوابیده بود. دختر خاله همسرم او را بلند کرد و گفت بلند شو، دکتر آمده. او بلند شد و نشست و بلافاصله گفت و نوار را پیدا کن، بگذار دکتر بشنود. دخترش نوار را گذاشت و ما همه شروع کردیم به گوش کردن به صدای ساز که همان تار بود. مبهوت ماندم که این کر که حرفهای مرا به زحمت میشنود چگونه ممکن است به این دقت به صدای ساز گوش کند. وقتی که ساز اوج گرفت و کمی پیش رفت به دخترش گفت همینجا نگهدار و بعد گفت در شهری در اطراف باکو کسی که این ساز از او ضبط شده همین دستگاه را میزد. بالای هره 4 بلبل نشسته بودند و در سکوت به صدای ساز انگار گوش میکردند. وقتی که نوازنده ساز درست به همین جا رسید که حالا شنیدید، یکی از بلبل‌ها خودش را از اون بالا به ساز کوبید و مرد. قیامتی به پا شد. قبطه بردن تا حد مرگ بلبل به ساز را تا اون روز کسی نشنیده بود. اون 3 بلبل دیگر حول و ودا می کردن. جنازه بلبل را به کنار گذاشتن و ساز دوباره شروع شد. فکر کردند که قضیه به همین جا ختم شده است. وقتی که بلبلی دیگر از آن بالا خواست خودش را به ساز بکوبد، ساززن ساز را رها کرد و بلبل را توی هوا قاپید. حیوان نفس میزد. ساززن سر و صورت بلبل را بوسید. وقتی که آن دوست قصه نویس من اون ضبط صوت را به گوش من نزدیک کرد، من احساس آن بلبل را داشتم و میخواستم خودم را به سوی آن صدا به صورتی پرتاب کنم. قاعده را تنها کسی میتواند به هم بزند که خود
قاعده ای را صاحب بوده باشد، به او به ارث رسیده باشد، مثل آواز که میراث گلوی بلبل است و ناگهان قاعده به هم بخورد، چیزی آن سوی خود او، ناموس هنر خود او به وجود آید و احساس کند که باید سرش را از لذت یا از همهمه لذت به سنگ بکوبد. هنر فقط فنا نیست، فنای فناست و این را کسی داند که قاعده بازی را به هم زند و جمله ای صوتی بسازد، طولانی تر از هر جمله صوتی موسیقایی که در صداهای بسیار خوش و دلنشین شنیده شده و خوانده شده، اما تپش ایجاد کند با قطع کردن خود در وسط آن جمله و آن قطع کردن آنی نباشد که با مقیاسات عروض قراردادی و آواز قراردادی آمده است. مرکب خوانی این نیست که بحر رمل را 4 نفر بخوانند و 4 ساز همان را با متفرعات از پیش قرار گذاشته شده بزنند. شکستن استبداد وزنی و استبداد صوتی مبتنی بر وزنهای تک رکنی اگر در خود شعر فارسی سابقه نداشت، شعر فارسی در اوجهای خود قدم از ساده اندیشی بهور ساده به سوی تکامل بهور با ارکان مرکب نمی رفت و بعد از آنجا به سوی کوتاه و بلند کردن مصرعها به صورت وزن نیمایی نمی رفت و بعد مرکبهای مرکبتر با قطعات جان شکن شکسته در پشت سر نمی آمد. نه گفتن یک چیز کافی است، نه نشان دادن اشیا کافی است. جهان مدام زوال می یابد و باز ساخته می شود و به شکل‌های دیگر هم ساخته می شود. این قرائت زبان جدیدی است که حاضر نیست به قواعد بازی کهنه تسلیم شود. شمس مولوی را دوشویه می خواند و رسما به او می گفت یا من یا او. گذشته در شعر چراغ راه آینده نیست، گذشته چراغ راه گذشته بود. شعر و موسیقی تاریخ نیستند که با درک گذشته آیندهش بیاید. شعر روایت را خواه تاریخ باشد و خواه خود روایت مدام قطع می کند و نفس می زند. موسیقی در کنار اوست. نفس انسان اگر قوی‌تر از کل عروض جهان نبود، موسیقی جدید و قاعده جدید به وجود نمی آمد. انسان با نفس زنده است، شعر با نفس زنده است. کسی که سینه ندارد 1000 سال عروض بخواند باز شاعر نمی شود. عروض و غیر عروض موقعی اهمیت می یابند که نفس آنها را دگرگون کند، که زبان امروز آنها را دگرگون کند. از این نظر اگر موسیقی مبتنی بر عروض قدیم ما را معتاد به گذشته می کند، قرائت دیگری از عروض به صورت جدید ما را به سوی نو می برد. جلو چشم من در خانه‌اش آلن گینزبرگ درست در برابر باب دیلن ساز هندیش را میزد و شعر زوزش را میخواند. مسئله این است: گاهی آدم ناشی متبحرتر از آدم مقلد غیر ناشی است. کسی که زبان ندارد میفهمد که زبان لازم دارد. ما که بزرگ شده ایم و زبان داریم فکر میکنیم که زبان داریم. نه، تا بچه نشویم مجددن، سجددن و 4 جددن دنیا را در هر شعر و در هر موسیقی کشف نمیتوانیم بکنیم.